به دوره جذب پول خوش آمدید. اولین قدم این است که یک شمع روشن کنید. یادتان باشد که شمع را باید با کبریت روشن کنید. اما اگر آن را با فندک روشن کرده اید، دیگر نباید خاموشش کنید. شمعی را که خاموش شده دوباره روشن نکنید. این کار نتیجه معکوس خواهد داشت. اگر شمع را روشن کرده و بعد دوباره خاموش کرده اید، تأثیرش حتی بدتر خواهد بود. خب، یک شانس دیگر به خودتان بدهید. دوباره شمع را روشن کنید. یادتان باشد این بار باید شمع را با فندک روشن کنید. شمع را خاموش نکنید و دوباره با فندک روشنش نکنید، وگرنه حتی فقیرتر خواهید شد. اگر این بار هم با فوت کردن شمع را خاموش کرده اید، این نشان می دهد که شما اصلاً لیاقت پولدار شدن را ندارید.